به نام دادار یکتا یه پیشنهاد دارم به شهرداری تهران، به دولت. واقعا اگر نام خلیج فارس برای شما مهم است، چرا نام خیابان ظفر را به نام خیابان خلیج فارس تغییر نمی دهید که کشور امارات آدرس سفارت خود را بالاجبار به نام خیابان خلیج فارس آدرس بدهد، که کشور امارات آدرس سفارت خود را که میدهد ننویسد خیابان ظفر، بنویسد خیابان خلیج فارس. به اداره پست هم اعلام بکنید که هر نامه‌ای به نام خیابان ظفر آمد برگشت بخوره، اگر به نام خیابان خلیج فارس آمد به مقصد برسه. ممنونم.